به همین معنی است که دوباره دیده شود و به مؤلف خبر داده شود. چی شد همین دوباره مکتوب؟ نه ایویات چی نه ای چی. ولی چند وقت دیگه خونتون ندیدیم این وضعیت ده؟ چهار ماه شد اومدیم. ولی چند سال بود پای ما میشناختیم؟ 18 سال اومدگی. و 4 نفر فرزندهای او را در زمستان به خانه و در کند و خانه هاشون هم به خاک یکسان کند. ما آمدیم به یکی از کوچه هایی که متاسفانه نامش نیافتم، جماعت خراسان ناحیه فرخار. حولینه که مادر حاضر موقتی اونجا زندگی میکنه بعد از اون که برادرش با قرارداد سود و با کمک سود اجراچی از خانه بیرونش کردن. وارد میشیم که در داخل چه گپ واقع است. سلام علیکم. علیکم سلام. شما کی هستین؟ ما یازنای همین خونگیو. یازنای خونگیو در این ملک به شما چی دخل؟ اینجا خونه دختر مای. خونه دختر تو؟ او دختر ما مهاجرتی مهنتی سنی روسیه رفتگیان قطی شوهرش قطی گولاکوش. اینمی قیسنگل ما که ای خونوش زدن سر کردن اینمی جو آورده منزلی موقتی دادیم در همین جا که خیلی تو یک حل شدنی مسئله کوروتونه در همین جا زندگی کنین دو در جون. انا که عجیب شما یازنگی باشین برای برادر اینم یازنه میشین. میشناسین اون برادر؟ 100% میشناسم. بعد در صحبت‌های روبرو در معرکه اویلوی چی میگه؟ چه این کارا کرده است؟ اکی ایش پرابلم ای خچونای دو در جون قطی ما چند مرتبه گفتیم که این کار هیچ با مسلمانی با حکومتی توغری نمیه، نه در نزد خدای تولو نه در نزد بایدو بندهوش بیو همه خیلی نکنه. خیلی شید کور شید دیگه اینا که بعد شیدن بعد ما در رگ افتم اومدم که خیلی نمیجه آوردیم نمیجه جمع گرچ کم 8 تا گولک نوبولیق در همیجا اینا کلونش ایدا کلون ترک اینا ایدا ترک دولی درون بدروی میبینیم شو دو در جون اینا میو یکم که به سواد موندن در همیجا. مکتب برای چی نمیرن مکتب؟ مکتب شو یک 4 کیلومتر دور مونده. خود چوتی که خونه او در اونجا بود نزدیکی مکتب بود. ولی با بغیر از 8 کودک با چند نفر دیگه اینجا زندگی میکنن؟ در اینجا 4 نفری دیگه. 12 نفر. ولی یک چیز برای من عجیب است که شما تصدیق میکنید که در وقتش همین مادر خانه ری پدری را خریدگی بود؟ 100%. شما چه شاهدی دادن که خریدگی بود از برادرش؟ اگه خیلی بگم که خریدگیش حقیقتا این مسئله هاش در کومن نبودم. این خودش خونه اویله جدا بود. زمین داشت، خانه داشت، استقامت میکرد. قطعی شوهرش قطعی 8 فرزندش قطعی در همونجا کلون کاگیه. بله. این مسئله ها در دیگه نمیدونم. این زندگی زور مو آورده مهاجرت تری مهنتی رفتیم 5 سال 10 سال ها اومدیم که خونه پدریش ده همین آدم زندگی که هست با همون شنویدگی مو با همون نقلی کاگیش این خونه هاش فروخته است. خونه پدریش ده زندگی کرده. خونه شوهرش برای چی فروخته است؟ از روی نقلی که میونه اولاد میشه. روی نقل شنویدگی ما همین خیچو نقل کردن همین را فروختن همون دودرش داده است. دودر برای چی داده بوده شما؟ سالی چند بود که کروپسی قپی دودر تونه؟ سالی 6. 2006. شما میان اولاد این گپا بود که کروپسی قپی دیونه بود؟ همیتری میشنویدیم. میشنویدیم. 5 و 6 تگیه. 5 6 و 6 تگیه. برای فریبری برای ریشوخریش. ولی یک بار وضعیت نشون تا که داخل چی گپ؟ همین سلافانو را چه پیچونده شما اوچا جای اینجا؟ یک گاراژ چیز خونه سمیتی است. خونه سمیتی. یا سمیت کسرگه. همه کسل شدیم، همه کسلی. 4 ماه شد، 4 ماهگی رفته سدوچی. اینجا همه چیزایی که ایو خونه ای 3 کلین 4 کلینی که در او خونه بود او خونه را چپا کردن. اینا میجا آوردیم روی برو. بدرو این بخشش. بدرو پولی. ببخشید. این همی مول که همی 4 تا کلین آوردیم. این همی جا جمع کردیم. چند کاره که شکسته باشن چی آوردیم؟ کی شکست چند کشه نفر؟ ای 5 مخمود دادم چی افرکاتی رو همه 5 مخمود آدم آورد. سوجی جروچیو. اوجوچیو ایرو قدی با سون دادن ما یاکیرا کی برم میرا ترکین سون داد برم همه را در برم پارت تمام. بعد کم تا یافته گفتم اومدم.
اینا اینجا دو جون همینجا سوید نداریم. سوید داره همین قدره یعنی روشنیش هم میخواد. روشنیش هم میخواد. این خونه را چند کس خوب میرد؟ این خونه ده هیچ ایره گنجور خونه همون چیزی که هست زیوتی مول ملک همون لق لپر همشه در همین جا موندگی. این یک خونه ده زندگی میکنن. اینا چور ما زنده باشی دو ببخشید. تک بودک ببخشید. بخشیدگی هم من طرف بویدو بدرو سوید نداریم. سوید گریم کن همین قاعد تمام. اینمی همه گودکو اینمی سه کلنن در اینمی جا همش نوبولیغن. خونه اولتون کجا بود؟ کلمه خوشرو بود. ولی اینجا چه خیلی خونه تون؟ چرا بزه بای؟ سمینتی بخنم ها؟ چرا بزه بای؟ خنک میخرین؟ کی شما رای خونه بیرون کرد اونجا؟ کی عباس؟ ها؟ دادر ماما. میبینی اگه بار دیدگی شما بابای عباس شا؟ ها؟ یه بار قطی هاز یه بار در کلمکس آمد قطی مامام گپ زد. چی گپ زد کتی ماما جان؟ تاکی ما شما را خونه تو بریم. هاز مام بعد اومدم مامو اکبر سرک سفده. میخوایم با خونه اولتون بریم. بله. میگن خونه اولای شما را ویران کردن کو؟ ما از بابای پرزدن ما خواهش میکنیم که خونه رو برگردانده بده. تو چی میگی جونی من؟ یا خواهش داری؟ بگو چی خواهش داری؟ میگم که خونمونو بگرد ما میخواهیم که ای پرزدن خواهش میکنیم که خونه گریست. اگر شو رحمی لگوی کشمیویه ما میگریم در گپویو مالادیس دختره شما چی میگیرین امک؟ هم خیلی کم ترجیحی را بینم هم تری میگیریم چیه؟ پروکروری گنرالیه اینا فرمان داده که امرا بکنین هیچ جایی نکی را بکنن اینا هیچ آیسوت اینا هیچ آیسوتی اولی اینا پروکراتورای ولایتی داخل همین ده هست مکتوب و سپاری شد. این چی از دستی یکمتون بگید؟ این عریضه‌ای که بعد چی را نرسونن سوتی چی را نرسونگی همه همین دعوا و پیشنهادها از پروکراتور گنرالی از سود عالی از دستگاه پرزیدنت وقتی که میاد با فرخار نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش هیچی نمیبینن تکراری نمیبینن؟ نه نمیبینن همین کامیرا همین عالم وارد میاد که چی گپی مرا نمیگه گپی شیطانی چی نمیگیرن گپی حقیقت نمیگیرن شاید به خاطر این باشد که برادرتون حجت دارد در اون خانه‌ای که شما خریدین وقتش داد. حجتش کرده نه وقت نه حجت کرده حجت کرده است در گزارش اولی ما هست این همه حجت‌ها کسی که میخواد ببینه دوباره تکرار چی حجت‌ها را باباره ما شما میخواین نشون دادن خب اینجا پروکراتور گنرالی با پروکرور ولایت ختلون دستور داده است که دوباره سنجیده برام همین مکتوبی که نهاد ما میبینیم پروکرور گنرالی با پروکراتور ولایت ختلون سپارش داده است یگان نتیجه داد بعد دوباره سنجش کردن نمیبینن پروکرور نوحیه فرخار نمیبینن نمیخواه تکرار نمیخواد ما میگم که نمیخوای بنویسون بده که من نمیکنم من بالاتر برم نمیتونم چی از دقیقاً هم پروکرور نمیشه نمیدونم میدونی کی نمیدونم این مکتوب تکراری اونش ماه دکبر 2021 بود این هفتم ینوار 2022 یعنی به همین مکتوب به همین معنی است که دوباره دیده شد و به مؤلف خبر داده شود چی شد همین دوباره مکتوب نه ای ولایت چی شد نه ای چی نویا دوباره هم هیچ نتیجه نیست نه گم ما اهمیت نمیدن که چی میگوی چی نمیگوی خب سود عالی 23 سپتامبر نه 29 دکبر است دکبر 2021 و شما پیشنهاد کرده است که میتونین تکراری شکایت کنین شما تکراری شکایت کردین از حالنامه‌ای که برابر چند بار ها تکرار چند بار سوتی اولی دادیم میگم که چی میگیرم نفقه میگیرم فقط راه پلیس سوتی اولی میشه تکراری کرده جوابش چی شد نه جواب نیومد جواب نیومد خیری خواهر همینو همسر شما اونجا رفتم
اونم جانبدار است که یعنی این منزل دوباره به اپاتون به اپاش برگردونش. همه کسی که همه میدونه همه میگه که همین منزل برگردونده شوه که این گلکور 8 گلک نوبالغ در بدر کوچه و در بدر خونه ها گشته سودانی. شاید او برادرم بگد که منم فرزند دارم، منم دعوا دارم، و چه زندگی داره، چه شرایط داره با او برادر اینو؟ برادر ایو دا که من نمیدونم او یک بچه دارن و یا بچه دارد؟ یا بچه داره یا دختر هیچی گپ نه تقسیماتی همین میکردن که همین حقش میگرفت اقلا 3 جای دا امو دختر مناقشه کرد 3 جای دا با هر سیمونه که خونه کردگی میگه دختر همین پیش ای چپا کردن همین خونه ها پیش ای کردن خونه ها سهمیه همین را جدو میکن ممکن بود که یا خونش میرسید در همونجا ممکن بود که یگون الو خونش میرسید به این درجه نمیشید خیلی نیم شمی جمعی ما نیم اونجا زندگی میکن بود تو یک جو شیدن تو یک جوی افتان نه شما خونه را فروختین پلا چه دو درتون خواستین چه شما نگرفتین پلا گفتن هر چی تستر بیارین هر چی تستر همین پولا که ما پایپکمون نگرفت بردم در شنبه عباس مرا پیش پرافسایز گرفت برد در خونش حساب کرد اکا عباس گفت که برای چی پولا پای فاطمه نگرفت خودشون گرفت نه او داری مسئله گاب نبود مسئله فقط گفت که همین بعد گفت که پولا اکا رحمان قل گرفتم خونه را بتینش تلفن قطعی بعد گفتن گفت که بتینش بعد ما اومدیم رفتیم قطعی پایپکمو اکا جمع خون خونه را در لاتروس تصدیق کردیم مدت یک 2-3 ماه گذشت که کورشون سر شد بعد دیگه باید سودیشون بعد ولی ببینید وقتی که مثلا از خونه پدریشون اپای فاطمه و اپای پیکرام بچه‌شون میبرآوردن شما همچون شاهد خرید و فروش منزل اولیشون حضور داشتین اونجا چی واقع شد همین نوامبر 2021 چند ماه پیش شما اومدین من در گزارش رادیو آزادی دیدم که شما هم بدید اونجا چی واقع شد بود همونجا وقتی اومدیم مرا سر زمین فرود کردم که اونجا علاقه خونه را کندیان بحث سوتیشون در مسئله خچونه بعد دو آدم همونجا همسایه‌شون بود اومدن قطیمون ما گفتیم چی گفتن که خونه رو کندگیان ما علاقه دیدیم که خونه کندگی شفرش در برین تالکاگی تختاش در اون تا بعد دیگه درست پاس دیگه کردم که تختارم کندم بردن هر سه دیگه چینم شما که در یک کوچه کلام شدین عباس هم میشناسین عباس ها همین یا سلیم سلیمو کلونه بود بعد در یگون صحبت روبرو نگفتید که چی کار است که نسبت فرزند پدر میکنن یگون صحبت نکردین شما یگون بار من در زیر سوق قطعم عباس گاب زدم در واسه گاب زدم گفت که مرا همچون حاجی شکایت کی بابای حاجی تو این بحثی ما اصومی که ایت گرفتن برای خونه او تو داری در کار داخل نداری تو دیگه فایرو تام کردن بعد در تو نیو تو آزادی من گفتم خیلی بحثی اپای ما هر روز میاد بحثی ما مثال میگیم میگم چی باشیم چی نکرده باشم حالا که جالبیش این است که در همین خونه مادریشون اینا چند در خونه ساخته بودن شما هم همسایه میدونین خونه پدرشون بود نمیدونم ما یک خونه ده ما بر خونهش اشته بودیم 3 خونه بود 4 خونه بود یا ما وقت یک معرکه چیزی جنازه بود چی ما رو در اون خونه میشوندن در دو جا خونه 3 جا خونه کردن تصدیق میکنه که چند سال اخیر همراه فرزنداش زندگی میکرد در همون حوالی پدریش البته تصدیق میکنم سال 2004 2005 استخدامت کردم اینجا بود هم 2004 5 که خونه رو خریدیم او علاقه او اومده بودن به اجاره او اومده او جو علاقه در خونه خودشون زندگی نمیکنن علاقه در زندگی میکنن او وقتی چاپا کردن از خونه کوچوندن عباس بود یا نه که شما اونجا بودید ماه نوامبر عباس بود که خونه دا بود قطعی بچه‌ش مثلا سردارای محله شما میبینم که یک پیر زندگی دیده اگه نصیحت نکنه که اصلا در زمستون بیرون نکنن اینا رو خیلی بحثشون نکنه دیگه چه کار میکنن چون کار نیست نه دیگه نمیشه بعد این یا بچه که قچون راه که میشد میرفت هر روز خشت یاردمشو میدم کرده گفت که سود حال که بود که خونه خیلی چپا کرده شود دیگه بحث سوتیه خچون میدونن عباس میدونن برای چی کدام چی نکنه خچون میدونن نه که در حقیقت چند بار که عباس اومد که زن عباس اومد که این خونه را بگیرین اجرا بتین ما با خونه روزی نشدیم در وقتش یعنی خصوصا خونه خریدش بانوی اومده کرده بانوی خدا در نیاتیم اومده شما را یعنی خونه را عوض کردن میخواستن شما چند هزار ده خریده بودید خونه افرا 3000 امریکایی خریدیم چون کورس دوره 3400 خریده بودیم شد خیلی کورس دلار اکد 3 چندی بود که یک موضوع بیرون از ویدیو صحبت کردیم ولی نخواستین از درون ویدیو بگید که یعنی پولا اکای عباس به خاطر از حبس آزاد کردن پسر اینو خواست گرفت است چی واقعا بود نه او امیو محصولات کردن که برای خونه پدرم خریدن بود برای چوت بحثی بچه ترمز کردن نبود
بچه شما را چه بیرون از ویدیو ما اولی گفتم که برای چه حبس داشته است نفهمیدم. در سال سیوم بچه‌م در اونجا گوباخ چی داده چی داده در سیمت. خدمت حربی داد. کاری اومده یا هیچ کار نیاورده. یعنی برادرتون کمک کردگی نیست. نه. کدوم با پسرتون مشکل داشت؟ بچه دیم. یعنی این بحث با خرید و فروش خونه‌تون دخل نداره. نه. اینا همون چی رو آوردم همون کلوب نیفتم چی آوردم ویدیویات همون چی آوردم از این چی دارم هم که سال سیوم اومده که بچه‌م من سال 4 میجا اومدم. شما همچین کاتب چند سال شد کار میکنین در همین جماعت خراسان؟ 4 سال. 4 سال. همین مادری که دعوای بحث منزل داره با برادرش در همون حوالی بحثی چند سال آخر زندگی میکنه تا جایی که شما میدونین؟ من ممکن که سال شنمیدم خیلی از سال زندگی میکنم. یعنی 4-5 سال که شما کار میکنین همونجا زندگی میکردن. شما سبب بحثشون نمیدونین که چی است؟ سبب بحثشون فقط خودشون میدونن. برای که همین برای میراث در بودن بچی نمیدونن. در مسئله سپوریدن اندوز چه خیلی بدن اینا؟ اندوز هر سال میسپوریدن. همین مادر میسپورید. اونجا چند اویلا با قید گرفته شدگی بود؟ اویلا. در جمع اویلا خودش قطعی بود یک سه اولای فرزندش همجا زندگی میکرد. یعنی 4 اولا در همین یک زمین به قید گرفته شدگی بود. یعنی شما تصدیق میکنید که اینا 3 فرزندش که همجا زندگی میکردن. سلامت باشین. خودتون رو معرفی میکردین بخشش. من مولوی سید مسعود سید کمای معاون رئیس جماعت دیوتی خراسان میباشم. سلامت باشین. همین مادری که ما میبینیم همراه ما بحث منزل داره با برادرش. شما چند سال شد معاون هستید؟ من طولی 4 سال میشد که معاون رئیس جماعت دیوتی خراسان کار و فعالیت میکنم. شما تصدیق میکنید که همین مادر در همون حوالی بحثی که با برادرش داره زندگی میکرد؟ من تصدیق میکنم که در همون اپای فاطمه همون پایکارما در همون حوالی برادرش زندگی میکرد. پایکارما ولی شما اپای فاطمه میشناسه. خب اینو همین 4 سال اخیره که شما معاون شدین اندوزا رو میسپردن؟ اندوزا هم خونه رو اپای پایکارما سر وقت پرداخت میکرد. چند اویلا زندگی میکردن؟ چند کس بودن؟ یا تون هست؟ نه خیلی متاسف قد کلناش بودم من در دقیق یادتونه. از بحث منزل دارم با برادرشون خبر دارین؟ خبر دارم. چی شده واقعی است؟ چه حادثه شد در خونه‌شون؟ شما راحت باشین. طبق معلومات یک خونه اون منزل پدری همین کسو با برادرش موندگی حاضر یک به خونه و دار مونده است. شما برادرش هم میشناسین؟ نه. از روزی که برادر شما است نه اندوزه دولت هم میسپرد یا نه؟ معلوم معلوم. شما در جای واقعه بودید یگان بود؟ نه. به نظرتون همچون معاون و همچون یک شهروند همین جماعت خانه با کی تعلق داره این بحثی برادر با خواهر؟ خانه با کی تعلق داره به نظر شما؟ به نظر من اون زمین پدر مادر همین شخصا بودن. با فهمیدگی من هم معاون رئیس جماعت دیوتی خراسان همین را گفتنیم که همین چیز بین برادر و مسئول اپام تقسیم کرده میشه بود بسیار خوبتر بود. بیننده عزیز نهایت ما اومدیم همین پشتی دروازه‌ای که معروف است این محله با محله استالین، دروازه‌ای که الکی بسته شده است و این طرف هم الکی زبر برداشته شده است با تنوکه از طرف برادر همین خاندان که بحثی منزل داشتن. یک بار داخل میبینیم که چه واقعه شد، چه حالت دارد، بعد با همسایه هم یک صحبت میگذرونیم. شما نمیخواین بینه خونه‌تون که چی وضعیت داشت؟ نمیتونین دیده؟ جوانی فرزندای ما در روسیه چی مهنتی گذشته، مهاجرتی مهنتی گذشته، 18 سال مهنت کردم، خونه ساختم. من مهنت های خودم تحمل کنم، مهنت های برباد رفته فرزندای ما تحمل کردن نمیتونم.
من میخوام که همین نوارها را همین پرزنتی ما جناب عالی ببینه و یکم خلیصده بروده مورا تای پارکنه ای خوری بروده شما آپای پیکرما یا آپای فاطمه را که نام معروفشون از کجا میشناسین؟ 18 سال اینجا زندگی میکردم. شما کلین نه که اینجا دختر خونه؟ نه همسایه. شما نه شما در اینجا. کلین. ولی چند سال بود آپای پیکرما میشناختین؟ 18 سال همین سال اومدگیش. شما چند وقت شد اینجا اومدین؟ ما هم همسایه ما در در درومم همسایه قدیمی. یعنی از اول میشناخته که در این خونه زندگی میکرد. در همسایگی چه بودن آپا جان؟ سوز شبرونه خدا یگون کم بود. این نداشتیم ما شکایت هم نداشتیم. چند فرزندش از زندگی میکرد در خونش؟ در خونش همش بدن نکم بچه ها حاضی سه کس سه نفر در این ولی خونه یارا کی گرفته است؟ خونه یارا اکایی دودرش چی نام دارن؟ اکای عباس میشناختین اکای عباس؟ و همسایه بود همون روزی که اپای فاطمه را از خانه بیرون کردن شما بودین؟ نه اکوا کم جشتم همون روز اپراسیون جراحی داشتم نبودم در این کارو نبودم. شما یعنی تصدیق میکنید که همین مادر 18 سال همینجا زندگی کرد؟ زندگی میکرد همینجا زندگی همین چیزای ما میشناسیمشون. میتونی خونه در پای برون این همسایه را چند وقت شد ندیده شما؟ آپای فاطمه همسایه‌تون بودن؟ چند سال زندگی داشتن یک جا در همسایگی؟ نمیتونم خیلی شد 17 سال. در تصدیق میکنه که در اویلا شما چند نفر دیگه در هم یک خوجک زندگی داشتن همراهشون؟ 3-4 نفر بودن واشتی دوبدن از 3-4 نفرش همیشه باش. بعد از جای اینا دا کی اومد؟ اینجا دودرش اکو اومد نمیدونم من میره و اکوی نمیدونم من نخشکی مثال میسته و میره و نمیدونم میگه میکنم میره. همین سیمی که از اینجا خلاصه داخل حوالی نتونستیم و نخواستیم شده چون منزل شخص داخل ناپذیر است. این خانه بحثی هم باشد هنوز صاحب ملکش هست، اگر غیر قانونی است یا قانونی است ما نمیدونیم، کار نداریم، بحث سودی خودشون. ولی در بسیار حالات میگن که ژورنالیست نباید احساسی باشد، ژورنالیست حق ندارد احساسش بیان کند، ولی همین مسئله برای من واقعا ناروشن میماند که اگر یک برادر خواست زمین پدریش بگیرد از دست اپاش یعنی فرزند پدرش و 4 نفر فرزندهای او را در زمستان به خانه و در کند و خانه هاشون هم به خاک یکسان کند و طبق اطلاعی که دارم خودش هم در دوشنبه شرایط خوبی زندگی دارد و این زندگی فرزندهای اپاش هم شما دیدید که خیلی کودکای نازدانه زیاد با کلین ها در چه حال زندگی دارند. همین مسئله واقعا برای من ناروشن میماند که پس این منزل که گرفتن به خاک یکسان کردن با چی درد میخورد؟ برای چی؟ اگر شما نیاز ندارین به همین منزلی که به خاک یکسان کردید مهنت 17-18 ساله مادر با فرزندش، پس واقعا برای من جالب است که با چی درد میخورد. یعنی شما اگر گرفتین نیاز داشتین پس استفادهش میبردین، اگر که نیاز ندارین به خاک یکسان کردن پس ضرور بود در همین روز سرد زمستان دیگه همین کار باید انجام داده شود. من نمیدونم، من کوشش میکنم که دوشنبه روم با طرف دیگر این مسئله را یک بار صحبت کنیم. بینندگان عزیز، ما نزدیک به 2 روز برادر عباس‌الله سعدیف جستجو کردیم. هرچند رقم تلفنش داشتیم ولی خواستیم که با خودشون از نزدیک صحبت کنیم و رفتیم برای گفتنش. گفتن که در مرکز فروش و تقسیمات برق ناحیه شاه منصور کار میکند که این اطلاع ما غلط برآمد و بعدا گفتن که نه، خودشون بعدا گفتن که نه، آنها در شهری کار میکنند، خدمات فروش و تقسیمات برق شهر دوشنبه خطا نکنم اگر در گرفتن نامشان. همین خلاصه همین گونه یک نهاد هست برای برق تقسیم کنی و فروش برق که در پهلوی ناحیه شاه منصور است از شهر دوشنبه. خلاصه ما روز 26 ساعتی از 11 طرف بود در نزد تولدخانه در شهر دوشنبه در محله زرافشان یک تولدخانه است، رقمش خطا میکنه بود، از 11:30 طرف ساعت گذشته بود. با یک مرسدس سیاه جناب عباس‌الله آمدن سعدیف همراه همسرشون و ما حدود 1 ساعت زیادتر با ایشان صحبت های کردیم. با تمام سوال ها هم جواب گرفتم
از جمله آن که واقعا این خانه طریق حجتی به نام ایشان تعلق دارد کی خانه را به نام خودشان کردن چگونه بحثی که خواهرشان اپاشان نکترش اپای معروف به نام فاطمه دلیل میارن که خانه را بعد از مرگ پدر به نامشان کردن این خود اکای ابوالسلام تصدیق کردن که یعنی میراث اویلوی پدر به آنها موند همچون فرزندی خردی خانواده چون گفت برادر بزرگ و دیگه اپام هم راضی بودن. خب این بحثاشون خیلی زیاد طولانی است به هر سوال دلیل داشتن اکای ابوالسلام که مثل اونه که چرا اپای فاطمه خانه شوهرش فروخت و پولش آورده به اکای ابوالسلام داد. مثل اونه که یک زمان اکای ابوالسلام خواست که چند هزار سومان برگردونه دوباره به اپای فاطمه آنها نخواستن گیرن. مثل اونه که چرا آنها مجبور شدن که در ماه نوامبر این اویله را با چند از فرزندان یعنی جیاناشون از خانه بیرون کنن. مثل اونه که چرا اینقدر سالها بحث‌های سودی میرفت ولی اپای فاطمه با فرزنداش در این خانه کارهای ساختمانی انجام میدادند. مثل اونه که درست که قانونگذاری سود حال حلنامه را با فایده ابوالسلام سعدیوف حل کرده است. یعنی این خانه از روی قانونگذاری دیگه جای بحثش نیست خانه ابوالسلام سعدیوف از روی قانونگذاری. ولی اینم میخواستم فهمم که در موضوع بحث انسانیه که ما در داخل مطرح میکردیم که چه خیل فرزندای پدر شما در دوشنبه خانه و شرایط دارد آنها اونجا هیچ شرایط ندارن با اکای ابوالسلام چندین دلیل های دیگر آورد با بهانه اون که در محله دوشنبه چه نوع فرخور ایشون یعنی اپای فاطمه و فرزنداش چند زمین خانه حولگی دارن فرزند خردی اپای فاطمه در دوشنبه خانه دارد. این بحث های دیگر با آنها دلیل آوردن. خلاصه به هر سوال آنها دلیل های خودشون پیش رو می آوردن میگفتن که من یک زمان راضی بودم که با موافقه همگی یک در خانه برای من تیم برای که مردم از اون حوالی بیرون شد با موافقه خانه رو کلا به اپا تیم ولی اپا بحث‌های سودیشون بودم دوام دادن اکنون دیگر من چیزی نمیخواهم دادن حتی به عوض مبلغم به عوض گفت و شنید و مناسبت و یعنی میان روی اولادام من نمیخواهم. هرچند اکای ابوالسلام گفتن که من از نگاه روانی واقعا هر روز با خودم بحث دارم که چگونه من با فرزند پدرم این بحثی سودی را کرده ایستادم و کردم و با قول خودشان بریدن این بحثه چگونه که قانون هم همین که بحث به جانب اکای ابوالسلام حل شده سعدیوف ولی نخواستن که همین حرف و پیام و دلیل هاشون پیش روی دوربین بگن نمیدونم برای چی نخواستن. هرچند گفتن که مردم ویدیوی اپای فاطمه را میبینن با فرزند و شاهد برایشون شاید حرفای ناجا بگن گفتن بگذار بگن من حقم گفتن من نمیخوام پیش روی دوربین بگم همین دلیلاشون برای من همراه همسرشون سنه 26 فوریه ساعت از 11:30 گذشته بود نزد تولدخانه در محله زرافشان شهر دوشنبه گفتن من نمیخوام در دوربین گپ زنم و با همین گفتن من گفتن که دیگر دلیل با این مسئله با این بحث با من تماس نگیر مرا جستجو نکن و منم اینجا میگم که ما دو سه بحث دیگری اویلوی داریم دو سه بحث دیگر که پیش از سال نو مونده بود ما برای طرف‌ها را فکرش پرسیدن از پای قضیه هستیم و همانها که به انجام رسید ما دیگر با بحث‌های اویلوی چگونه که وعده داده بودیم رو نمیاریم. این دو سه بحث بود که ناتمام بود برای که این مادرم پیش از سال نو بود بحثاش و دو بحث دیگر داریم اونم که تمام شد ما دیگر با بحث‌های اویلوی رو نمیاریم خواهش میکنم. و در مسئله بحث اویله سعدیوف ابوالسلام و اپای فاطمه و فرزنداش اینم آخرین ویدیو گزارش ما بود. من بازم میگم که ما هر چیزی که بود پیش روی شما پیشنهاد کردیم حقیقت به جانب اپای فاطمه یعنی پرچماه و فرزنداش است یا که به جانب ابوالسلام سعدیوف و اویله آنها هر کجا که هست من نمیدونم من فقط پیشنهاد کردم موضوع را. خدا کند که حق به حقدار برسد. زنده باد صلح و ثبات آرامش در روی دنیا و در تاجیکستان. پدرود تا درودهای دیگر. خواهش میکنم از صفحه استاد فرقت سعید حتما دیدن کنید. بسیار خواهش میکنم آبونه شوید یا صفحه دیگر ما صفحه در این دیار است از دوستی ما اسفندیار. سلامت باشید.